السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشید. از مدت بدین سوطوری که در جریان هستید، قضیه عذربجل در اوسط افغانستان و ایران و این مناطق توسط عده‌ای مطرح شده و دامن زده میشه. قبل از او اصلا قضیه قابل تشویش و نگرانی نبود، ولی اخیراً واقعاً یک سری نگرانی های برای کارکنان دینی، طلاب علم و حتی عوام در واقع ایجاد کرده و تعداد زیادی از عوام و مردم و مسلمان ها واقعا در این قضیه توسط عده‌ای دچار مشکل شدن. به همین علت علما و استادا و شیخ ها آمدن یک سری درس های صوتی، درس های تصویری و یک سری فایل های پی دی اف و کتاب ها و حتی نوشتند و ترجمه کردن، پخش و نشر کردن در فضای مجازی و کانال های تلگرام و یوتیوب و گوگل. اینا اگه جستجو بکنید وجود داره بحث های تفصیلی زیادی به زبان فارسی و عربی و این قضیه به صورت تفصیلی به نوعی به او پرداخته شده. خب اینجا در واقع خودم شخصا هم به عنوان یک فردی که حاضر این قضایا بودم به این موضوع پرداختم. در حدود 4 درس گفتار صوتی هر کدام 2 ساعت در بر گرفته به صورت تفصیلی به موضوع پرداخته شده و در او صحبت شده. اما برخی از پرسش ها به صورت مجمل در این درس گفتارها به اونا توضیح پاسخ اجمالی داده شده. برخی از پرسش ها به اونا پاسخ تفصیلی داده شده. برخی از پرسش ها به اونا پاسخ داده نشده چون پرسش های جدیدی هستند. آن دسته از پرسش هایی که به اونا پاسخ اجمالی داده شده من میخوام دوباره او پرسش ها رو مطرح کنم و به اونها به صورت تفصیلی تر پاسخ هایی بدم که یک سری مغالطات هم در بر بگیره و به اون مغالطات هم پاسخ داده شه. یک سری از پرسش ها در واقع پرسش های تفصیلی هستند و پاسخ از اونها هم تفصیلی داده شده، اما از پاسخ برداشت های کج و معوجی صورت گرفته. برای دفع این برداشت های اشتباه من میخوام دوباره باز هم به اینها پاسخ بدم به روش دیگر، به نحو دیگر. یک تعداد از پرسش هم گفتیم که جدید هست و به اونا پاسخ داده نشد. جدید بودن به این معنی نیست که یعنی قضیه علمی جدیدی مطرح میکنه. جدید بودن به این معنی که یعنی پرسش جدیده چون در واقع فهم درستی از مسئله هنوز وجود نداره. یک از پرسش هایی که امشب میخوام به پاسخ بدم در واقع همینه که اصلا عذربجل چیست؟ عذربجل چیست؟ بسیاری از مسائلی که مطرح می شده حتی توسط کسایی که در واقع خود را صدر نشین گرفتن در قضیه تکفیر و امت تکفیر میکنن، بسیار از جوانها و علما و دعوتگرا تکفیر کردن، همینها حرفای بحث میکنن موضوع به سر همین قضیه عذربجل تکفیر کردن، ولی در مورد همین قضیه عذربجل حرفای مطرح میکنن که از حرف اینا فهمیده میشه هنوز نفهمیدم عذربجل چی هست، از چی بحث میکنه، یعنی به این سر هم. و همین علت اولین پرسشی به اون میپردازم اینه که عذربجل اصلا چیست. در اصل ای بود که من میخواستم در این فایل صوتی به پرسشی دیگر پاسخ بدم. اون پرسش اینه که چرا این همه روی قضیه عذربجل تمرکز میکنی؟ این از چه اهمیتی برخوردار؟ در مورد اهمیت قضیه عذربجل صحبت کنم. بسیار از دوستان میپرسن در تلگرام، در واتساپ، در کامنت های فیسبوک، در مسنجر، حتی در حضوری به من گفتن آیا وقت از این نشده دروازه از این قضیه رو ببندی؟ اما ما واقعا در این قضیه یک سری نگرانی های، یک سری تشویش های میبینم، یک سری مشکلات میبینم که در میان جوانها و دعوتگران اینا صورت گرفته توسط عده‌ای که متاسفانه اخلاق زیر پا کردن، عقل زیر پا کردن، شرع پشت سر انداختن، وجدان را انداختن به زباله‌دان، کلا همه چیز رو کنار گذاشتن، آمدن خیلی سطحی مشکل میآفرینن برای آن. هر حال نمیخوام احساسی باشم در این قضیه. میان سراغ این که عذربجل چیست اصلا. عذربجل به طور خلاصه این هست که یک فرد مسلمانی، کافر نه، کافر اصلی نه، یعنی کسی که داخل اسلام هرگز نشده، در مورد از او اصلا بحث عذربجل مطرح نیست، او اصلا بحثی جداست. فردی مسلمان هست، داخل اسلام شده،
اصل اسلام پذیرفته. اصل اسلام چیست؟ یعنی اینکه اقرار داره عبادت غیر الله شرک است. عبادت باید تنها برای الله انجام بشه. اگر کسی عبادت غیر الله انجام داد مرتکب شرک شد. همین قدر علم داشت، همین قدر فهم داشت، همین قدر اقرار داشت، این اصل اسلام پذیرفته. اصل اسلام پذیرفته، حالا همین قدر باور داره و داخل اسلام شد. بعد از اینکه داخل اسلام شده، اینجا از روی جهل نمیفهمیده که این عمل شرک است، مرتکب شد. این عمل کفر است، مرتکب شده. مرتکب این کفر شده. این عقیده شرک است، مرتکب این عقیده شده. این عقیده کفر است، مرتکب این عقیده شده. یا این قول کفر است، مرتکب آن قول شده. یا این قول شرک است، مرتکب آن قول شده. از روی نادانی نمیفهمیده. وقتی که علم نداشته که این قول و فعل و عمل و اعتقاد کفر یا شرک است، مرتکب شرک و کفر شده. همین که علم نداشته، جاهل بوده، جهل از این بری از عذره. خب یعنی چی جهل بری از این عذره؟ یعنی چی جهل برای این عذره؟ یعنی جهل عذره که دیگه جواز داره بره شرک انجام بده؟ چونش که برخی همین سوال کرده بودن. جهل عذره که یعنی برن شرک انجام بدن جواز داره بره؟ نه خیر. جهل عذره تا تکفیر نشه. جهل عذره تا او کافر نگی. یعنی به خاطر این عمل کفری خود کافر گفته نمیشه، مشرک گفته نمیشه، چون نمیدانسته که این عمل کفر است یا این قول کفر است یا این عقیده کفر است. نمیفهمیده. اگر میفهمید این را انجام نمیداد، این قول نمیگفت، این عقیده معتقد نمیشد. به همین علت این جهل عذره تا اینکه تکفیر نشه، کافر نشه، مشرک نشه، مشرک خوانده نشه و کافر گفته نشه. از جانب دیگر باید برای آن فهمانده بشه. این که میگیم جهل عذر است به این معنی نیست که جهل برای آن مجوز است تا که برای شرک و کفر به اختیار خود خونده مصرانه انجام بده. نه خیر. یعنی جهل برای از او جواز شرک و کفر نیست. جهل عذر است تا تکفیر نشه، کافر گفته نشه. ولی وقتی که فهمید که نمیدانسته، باید نادانی خود برطرف کنه و خود را دانا بکنه. این چیز. پس اینجا باز یک مسئله دیگر مطرح میشه. اینه که این به خاطر که کوتاهی کرده و دنبال علم نرفته، سوال نکرده، تحقیق نکرده، مطالعه نکرده، به خاطر از این گناهکاره. کوتاهی کرده گناهکاره. پس به خاطر کوتاهی خود گناهکاره. اما چون در نتیجه این کوتاهی جاهل بوده و جهل از او باعث شده که مرتکب شرک و کفر بشه، همین جهل باعث میشه که تکفیر نشه. چون جهل باعث شرک و کفر شده، همین جهل باعث میشه که تکفیر نشه. مانع تکفیر میشه. و مسئله دیگر اینه که باید برای آن فهمانده بشه. وقتی این جهل عذر هست، این معنی نیست که او نفهمونی، او باید بفهمانی و جهل از او برطرف. این میشه خلاصه بحث عذر به جهل. حالا ما بعداً به صورت تفصیلی تر به بعضی از مسائل میپردازیم. فقط گفتم که عذر به جهل بفهمید. اولا در مورد فردی است که داخل اسلام شده و داخل اسلام شده یعنی چی؟ یعنی اصل اسلام پذیرفته و هرگز به شرک و کفر راضی نیست، ولی از روی نادانی و بیخبری مرتکب یک شرک یک کفر شده. اگر میدانست آن شرک و کفر را انجام نمیداد، نمیدانسته آن شرک و کفر را انجام داد. همین که نمیدانسته، این نادانیش باعث میشه ور تکفیر نکنه، مانع تکفیر میشه، ما نمیگذاره ور تکفیر بکنه، ور از اسلام خارج بشه. همین مقدار گپ هست در مورد قضیه عذر به جهل. و ها دو نکته دیگر اینه که این به خاطر کوتاهی خود گناهکار هست و باید فهمانده بشه. به خاطر کوتاهی خود گناهکار است. یک سری مسائلی هست در مورد که این که علم به شهادتین شرط شهادتین هست. اگر فردی علم به شهادتین نداشت، یعنی شرط شهادتین نداشت. و شرط شهادتین باز در واقع دو مرتبه داره. شرط صحت شهادتین و شرط کمال شهادتین. شرط صحت شهادتین یعنی اینکه اگر شرط صحت شهادتین اگر نداشت، داخل اسلام نمیشه اصلا. و شرط کمال شهادتین اگر نداشت، گناهکار میشه ولی کافر نمیشه.
حالا شرط صحت شهادتین ای داره. شرط صحت شهادتین چیست؟ این که بدان عبادت غیر الله شرک است و عبادت باید تنها برای الله، عبادت باید تنها برای الله انجام داده بشه. همین قدری که بدانه میشه شرط صحت شهادتین. یعنی مقدار علمی که شرط صحت شهادتین است همین قدره که بدانه عبادت غیر الله شرک است و عبادت باید تنها برای الله انجام بشه. اما مقدار علمی که شرط کمال شهادتین هست باز دو قسم. این میگن علم تفصیلی به شهادتین. علم تفصیلی به شهادتین این در واقع علم تفصیلی به شهادتین شرط صحت شهادتین نیست، شرط کمال شهادتین است. وقتی میگه شرط کمال شهادتین است باز به دو قسم میشه. یک قسم واجب است اگه ندانی گناهکاری، یک قسم واجب نیست. یک قسمی که واجب نیست مستحبه، اگه ندانی گناهکار نمیشه، اگه بدانی فضیلت داره، ثواب داره. این قسم واجب اگه ندانستی گناهکار میشه. این قسم واجب چیست؟ این قسم واجب این است که افعال کفری و شرکی بفهمی، اقوال کفری و شرکی بفهمی. به عبارت دیگر بفهمی کدام اقوال و افعال شرکن، کدام اقوال و افعال کفر. یعنی شرط صحت شهادتین یعنی علم اجمالی به شهادتین بود. این علم اجمالی به شهادتین به علم شرط صحت شهادتین این بود که علم داشته باشی که عبادت غیر الله شرک است و عبادت باید تنها برای الله متعال انجام بشه. اما این که چه چیزها عبادت است چه چیزها عبادت نیست این داخل علم تفصیلی میشه. استغاثه به غیر الله عبادت است یا نیست؟ استغاثه به من عبادت است یا نیست؟ و توسل عبادت است یا نیست؟ ذبح عبادت است یا نیست؟ قربانی کردن به اصطلاح عبادت است یا نیست؟ نذر عبادت است یا نیست؟ شناخت این افعال اینها داخل به چی میشه؟ داخل به علم تفصیلی میشه که تشخیص بدی اینها داخل علم تفصیلی میشه. در اینها که هسته اگه علم نداشتی گناهکاری، ولی اگر از روی همین نداشتن علم، از روی جهل در همین علم تفصیلی مرتکب یه چی شدی؟ علم تفصیلی نداشتی گناهکاری، ولی در افعال مربوط به علم تفصیلی واجب، در افعال مربوط به علم تفصیلی واجب مرتکب شرک شد. اینجا چون نمیدانستی جهلتو برای تو عذره و در عین حال کوتاهی تو گناه هست برای تو. این قضیه رو امیدوارم که خود صحیح فهمیده باشی. بازی بحث ان شاء الله مفصل‌تر میپردازیم. بریم سراغ پرسش دوم، چرا ما آمده روی قضیه عذر به جهل تمرکز میکنیم؟ ببینین قضیه عذر به جهل در داخل کتاب‌ها و در حلقات علمی در میان اهل علم مطرح بود. برخی از علما میگفتن جهل عذر هست، برخی میگفتن جهل عذر نیست. به قول راجح علما و به نظر خود ما انشاءالله که جهل عذر است. به چنانچه که با دلایل ما در فایل های صوتی و درس گفتارهای 2 ساعتی که گفتم توضیح کافی داده شده. کسی که دنبال حق است میتونه بره گوش بکنه و توضیحات بفهم. برخی از علما میگفتن جهل عذر نیست. با وجود این چنانچه که شیخ ابن عثیمین رحمه الله مفصل روی قضیه تمرکز کرده، میگه اصلا همین اختلاف در قضیه عذر به جهل مانند سایر اختلافات فقهی و اجتهادی است. یعنی این که جهل عذر هست یا نیست یک مسئله اختلافی است. یعنی اگر فردی بگه جهل عذر نیست، نه کافر میشه، نه مشرک میشه، نه گناهکار میشه. دلایلی که داره درست، مشکلی نداره. و یک فردی میگه جهل عذر هست، این هم بر اساس دلایلی که داره، یا اجتهادی که داره، یک مسئله داره، تحقیقی کرده، اگه جهل عذر میدانه نه مشرک میشه، نه کافر میشه، نه از اهل سنت خارج میشه، نه جهمی گفته میشه، نه مرجئه گفته میشه. چنانچه که امروز بالکل مردم بالکل به دیگر راه روانه. متاسف. ابن عثیمین رحمه الله میگه مسئله فقهی اختلافی اجتهادی است. یعنی اینقدر قضیه جدی عقیدتی نیست که بر سر از این کفر و ایمان مطرح بشه که نفر نصف کافر بگیم، نصف مسلمان بگیم، نصف جهمیه بگیم، نصف اهل سنت بگیم، نصف دارالمدل بگیم، نصف اهل بدعت بگیم، نصف مرجئه بگیم. باز بعضی غلات و مرجئه میگن. والله همین اصطلاحات بسیاری از نو لک بفهمن که چی هست. و به هر حال کسی متهم به جهل نمیکنم و واقعا طبیعت از این مردم ما میشناسیم با خبر. متاسفانه که الله المستعان، الله تعالی
ما از الله متعال میخوایم که اینا رو الله هدایت بکنه. والله اگر از روی دیانت و از روی نادانی به این روی آوردن الله متعال نادانی از اونا رو برطرف بکنه، اونا رو هدایت بکنه و خداوند خطاهای از اونا ببخشه. حتی تهمت‌های عقیدتی که با ماها میزنن الله متعال تهمت‌ها رو هم ببخشه، ما بخشیدیم اگر از روی دیانتی کار میکنن. اما اگر از روی عناد و سرکشی و لجاجتی کار میکنن، فرقی با کسی که هیچ کار دین اصلا ارتباطی با دین و اعتقادات دینی نداره، با او هم هیچ فرقی اینا ندارن، این هم در زمره از اونا. خب الله دعا میکنه الله هدایت کنه. به هر حال خب میان سر از این که گفتیم بعضی از علما جهل عذر میدانستن، بعضی از علما جهل عذر نمیدانستن. حالا علما که جهل عذر میدانن موضوع اینا مشخصه و در مورد از این چند درس گفتار دارم. شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن حزم، ابن عثیمین، البانی و تعداد زیادی از علما رو جنام گرفتن که اینا جهل عذر میدانستن. به صورت تفصیلی اقوال اینا ذکر شده و هیچ تردید و شکی نیست. حتی خود شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله و بسیاری از علمای دیگه. یک تعدادی که جهل عذر نمیدانن مثل ابن باز و مثل بسیاری دیگری از علمای دیگر هم هستن که جهل عذر نمیدانن. این تعداد علمای اهل سنت و جماعت هستن، قدم از اونا روی چشم ما مشکل نداره. اما مسئله این است و حتی این که جهل عذر نمیدانن الله متعال به خاطر این برای آنها ثوابی میده، پاداشی میده. پس قضیه وقتی اختلافی فقهی است چه اهمیتی داره ما این هم روی آن بپردازیم، روی قضیه فقهی؟ والله من خود نشستم منهج همینه که روی قضایای فقهی و فروعات فقهی و اختلافات فقهی و اجتهادی اینها هرگز نمیپردازم و زیاد اصلا تبصره نمیکنم روی از مسائل. زمانی قضیه عذر به جل و مثل از سایر قضایای فقهی اختلافی زمانی جدی میشه که بر سر از اون مردم تکفیر بشه، بر سر از اون مردم جهمی خوانده بشه، بر سر از اون مردم مرجئه خوانده بشه، بر سر از اون مردم از اسلام خارج بشه، مردم کشته بشه، مردم قتل عام بشه، بر سر از اون مردم تهدید بشه، اخطار داده بشن. وقت این قضیه جدی میشه، اینجا قضیه عقیدتی میشه. یعنی گاهی یک مسئله فقهی رنگ عقیدتی میگیره در صورتی که بر سر از او عده جاهل بیاین کفر و ایمان مطرح بکنن. فرق بین عالم و جاهل در قضیه عذر به جهل چیست؟ علمایی که جهل عذر نمیدانستن مثل شیخ مثل ابن باز و بسیاری از علمای دیگری که بودن جهل عذر نمیدانستن. این علمایی که جهل عذر نمیدانستن اولا در قضیه عذر به جهل بین کافر اصلی و کافر و مسلمانی که مرتکب شرک و کفر شده بین این دو تا فرق قائل بودن. یکی میگه او کافر او کافر اصلی است، هرگز احکام کافر اصلی در مورد مسلمانی که از روی جهل مرتکب شرک و کفر شده تطبیق نمی‌کرد. بلکه چی میگن در مورد فردی که داخل اسلام است و مرتکب شرک و کفر شده، در مورد از این بعضی میگفتن وصف مشرک به او داده میشه، ولی کافر هم گفته نمیشه. یک احکام کافر اصلی هم بر این تطبیق نمیشه. دو ولی جاهل چیکار میکنه؟ جاهل اون که تکفیر میکنه مشرک میگه، یک احکام کافر اصلی هم بر او تطبیق میکنه. بسیاری از این جاهلان، تعداد زیادی از جوانان اهل سنت، علمای اهل سنت، دعوتگران اهل سنت رو کشتن. حتی کسایی کشتن که از روی جهل مرتکب شرک نشده بودن، اصلا به زندگی مرتکب شرک و کفر نشده، فقط کسی را که از روی جهل مرتکب شرک شده تکفیر نکرده. به خاطر اینکه تکفیر نکرده او کشتن. و تا این سرحد اینها یعنی متاسفانه مرتکب این انحرافات فکری و عقیدتی و عملی شد، در حالی که هیچ عالمی نمیگه به سر قضیه عذر به جهل باید کسی کشته بشه و هیچ عالمی نگفته که کسی که از روی جهل مرتکب شرک و کفر شد جهل برای آن عذر نیست، مشرک گفته میشه ولی احکام کافر هم تطبیق میشه. نه، هیچ عالمی نگفته که احکام کافر اصلی بر مسلمانی که از روی جهل مرتکب شرک و کفر شده تطبیق میشه. هیچ عالمی نگفته. اما این جاهلان متاسفانه احکام کافر اصلی بر این تطبیق میکنه. مسئله دیگر اینه که علمایی که جهل عذر نمیدانن
به صورت کلی انکار عذر به جهل نمیکنن. عذر به جهل به صورت کلی و مطلق انکار نمیکنن، بلکه تفصیل قائلن. در بعضی جاها جهل عذر نمیدانن، در بعضی جاها از جهل عذر میدانن. علما این گونه هستن. اما جاهلا چی رقم؟ جاهلا مطلقاً جهل عذر نمیدن. یعنی مطلقاً در مسائل اعتقادی میگه جهل عذر نیست. و جالبه مثلا میگن جهل در اصل اسلام عذر نیست، ولی نمیفهمه اصل اسلام چیست. یا میگه جهل در مسائل خفی عذر، در مسائل ظاهر عذر نیست، ولی نمیفهمه مسائل ظاهر و خفی چیست. از اون پرسه مسائل ظاهر و خفی چیست؟ نمیفهم. میره یک مسئله میاره که به خودی و خفیه، باز در این میگه نه، در این جهل عذر نیست، این خفی نیست، ظاهر. به هر حال یعنی گپ سر اینه، علما اینا تعبیرات علمی است، تعبیرات علمی علما رو متاسفانه اینا نمیفهم. پس فرق دیگر در بین عالم و جاهل این هست که عالم اگه جهل عذر نمیدانه تفصیل قائله، توضیح میده، میگه در بعضی از مسائل جهل عذر نیست، در بعضی از مسائل جهل عذر است. یا توضیح میده، تفصیل میده که در بعضی از حالات جهل عذر نیست، در بعضی از حالات جهل عذر است. در بعضی از افراد جهل عذر نیست، در بعضی از افراد جهل عذر است. عالم تفصیل میده، ولی اینها نخیر. باور بکنید در میان از اینا افرادی دیدیم که اعصاب خراب میشه، اصلا ناراحت طور تکفیر میکنه. آقا جان ناراحتی دو بزن، دشنام بدی، چرا تکفیر میکنی؟ چرا به حکم الله تجاوز میکنی؟ قول بدون علم به الله نسبت دادن این خود از یک انحرافه، خود از یک فساد عقیدتی و عملی است. به همین علت من یک متن نوشته کردم، گفتم بسیاری از کسایی که جهل عذر نمیدانن، جهل برای خود از اینا عذر، والله اگر جهل برای خود از اینا عذر نمیبود، خود از اینا به پرتگاه کفر قرار داشتن، به پرتگاه کافر شدن. از جمله همینه. از نفر اعصاب نسبت یک فرد خرابه، ناراحت از او یا مشکل شخصی داره، او تکفیر می، حکم الهی و حکم شرعی بر این از جمله قول بدون علم بر الله متعال نیست. پس این دومین تفاوت بین عالم و جاهل. یعنی عالم اگر جهل عذر میدانه فرق داره با جهل عذر نمیدانه، فرق داره با جاهلایی که امروز ما میبینیم. فرق دیگر در میان عالمی که جهل عذر نمیدانه و جاهلی که جهل عذر نمیدانه اینه که علمایی که جهل عذر نمیدانن به صورت نظری و در سیاق علمی جهل عذر نمیدانن، ولی هم علما اگر میدان تطبیق بشه یک فرد معین با وجود که در مسائل علمی میبینی جهل عذر نمیدانه، ولی در مورد یک فرد معین میبینی اهل جهل عذر دانست. چرا؟ به خاطر که پای فتوا در مورد شخص معین میایه باز قضیه فرق میکنه. در مورد شخص معین مثلا میبینی حکم مسئله فرق کرد، اینجا واقعا میبینی جهلی وجود داره و نمیتونی جهل عذر ندونی. بعضی از جاهلا اگه اقوال علما رو بخونن میگن البته این عالم دچار تناقض شده، اونجا میگه جهل عذر نیست، اما در مورد این فرد معین جهل عذر میدن. این تناقض نیست. این تناقض در صورتی است که محل یکی باشه، اما اینجا محل یکی نیست. محل اون جایی که جهل عذر نمیدانه محل نظری است، محل علمی است، داخل کتاب هاست و داخل مباحث علمی و حلقات علمی است. و این محل که جهل عذر دانسته در حالت یک فرد معین هست. ولی جاهل چیکار میکنه؟ جاهل میگه جهل عذر نیست و بام هر جا تطبیق، بام هر فرد معین هم تطبیق، هر شخص معین رو تکفیر کرده رهی تاپ زده پیش میره. این تفاوت دیگر بین عالم و جاهل است. از این لحاظه که قضیه حائز اهمیت. دوباره تکرار میکنم، قضیه عذر به جهل یک مسئله فقهی اختلافی اجتهادی است. ارزشی نداره ما اینقدر روی از این بپردازیم، بحث و بررسی و صحبت بکنیم. اما وقتی میبینیم بر سر این امت تکفیر میشه، کشته و بسته میشه، علما تکفیر میشن، مردم از اهل سنت اخراج میشه،
توهین و تحقیرها صورت میگیره، به سر این مسئله هزاران فساد اخلاقی، فساد عقیدتی، فساد عقلی، فساد وجدانی مرتکب میشن بعضی از انسانها. از این لحاظ این قضیه حائز اهمیت، به همین علت آدم لازمه به این قضیه بپردازه و توجه بکنه. امیدوارم این خسته‌کن نشده باشه و کوشش کردم که از نیم ساعت بالا نشه و خیلی مختصر باشه. 2 پرسش بود و نیاز بود پاسخ داده بشه. انشاءالله پرسش های بعدی کوشش میکنیم مختصرتر پاسخ بدیم، چون این مقدمه همیشه مقدمه تفصیلی تر. موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.